رسول الله ان العلماء ورثة الانبیاء میگه در عرض علما تحقیر کردن، بیادبی کردن، در آبروی رسول الله بیادبی کردن است. عزت علما را در نظر بگی، تو عالم بشناس این دسیسه کفار است. چه قسم میخواه این ملت به فتوایی که میخیزن، به صدایی که از جان خود تیر میشن، به صدایی که روس مداخله کرد، کی فتوا داد؟ در مقابلش کی بخیزه؟ علما ایمان خود تباه نمیکنه، جانشان بره. علمای حقانی به خاطر مادیات دنیا، منافع شخصی، ایمان خود تباه نمیکنه. تو و او عالم خیلی ها فرق داری، غیرت از رو سر دین خیلی زیاد است تو کرده، اما تو چوچگک میخیزی او را نسبتایی میکنی که به الله قسم انسان نمیتواند زبان خود بیاره. ما از همچون مردم بیزار هستیم، در جمع ما نیست. منهج سلف احترام به تک تک علمای اهل سنت و جماعت داره، خطاها و لغزش‌های از وار معذور میپنداره، به الله سبحانه و تعالی میسپاره. بگذاری را این زبان دراز کردیم تا صحابه را، این زبان دراز کردیم تا تابعین، این زبان دراز کردیم تا تبع تابعین. و وقت قبر رسیده محاسبه هم روی صورت گرفته که در کدام موقف قرار داره، اما تو زدی خودت تباه کردی. به این نمازکای به الله قسم آلی حدیث میخوان، حدیث میخوان. شاید ام یک حدیث بر ما و شما پند و عبرت باشه. ابی هریره رضی الله عنه میفرماید ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال، صحابه رضی الله عنهم نشسته است، از صحابه سوال میکنه. یکی از شیوه های بسیار بلیغی پیغمبر علیه السلام برای تفهیم مخاطبین چی بود؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم کاری را انجام میداد که امو گپ در ذهن تو دائم باقی بمانه. گاهی دستی خود به دست کسی میداد، گاهی از شانه میگرفت کسی را باز گپ برش میگفت. الله اکبر. اون معلمی واقعی بود. اگر ما درسای پیغمبر علیه السلام مطالعه بکنیم، کسی که میخواد که معلم واقعی باشه چه قسم سخن خود تفهیم کنه برای مخاطبین، جستجوی درس و تعلیم رسول الله صلی الله علیه و سلم بکنه. این حدیث پیغمبر وقت میگفت که مفلس و نمو کسی است که اینطور باشه، نه، پیغمبر توجه مخاطبین به خود جلب میکنه، به مخاطبین میفهمانه که سخن مهم است. اتدرون، میدانه صحابه من المفلس؟ مفلس کیست؟ کسی که چیزی نداره کی است؟ قالوا، گفتن صحابه رضی الله عنهم، المفلس فینا من لا درهم له ولا متاع له. مفلس در بین ما کسی است که نه درهم داره و نه اسباب و وسایل معیشت و زندگی داره، نه پول داره، دارایی ثروت، و نه اسباب و وسایل معیشت و زندگی داره. امیر ما مفلس میگیم، در بین ما خو مفلس همی است. فقال، پیغمبر صلی الله علیه و سلم میفرماید ان المفلس من امتی، یقینا مفلس از جمله امتی ما کی است؟ در امتی ما هست، در امتی ما هست، خو لیکن مفلس است. کی است؟ یأتی یوم القیامت، مفلس امتی ما روز قیامت می آید به صلات، به نمازا، کم نی، به نمازا می آید، و به صیام، به روزه ها، و صیام به روزه ها، و زکات به زکاتا، یعنی تقصیر در حق الله سبحانه و تعالی نکرده، طاعت عبادت الله سبحانه و تعالی را مکمل انجام داده.
همه چیز داراست. ما هم جوانا